کذبت قبلهم، بر ما درس میده قرآن. نمیبینه نقشه های امت های سابقه در پیش رویتان است. شما چطور مرعوب میشه از قوت نمایی امی کفار؟ کذبت قبلهم قوم نوح، تکذیب کردن پیش از یا قوم نوح علیه السلام، والاحزاب، گروه قوم عادیا بود، سمودیا بود، قوم لوط علیه السلام، اصحاب ایکه که در سوره زمر بر ما و شما تیر شد، اولئک الاحزاب اونجا آمده بود. من بعدهم، پس از نوح علیه السلام، و همت کل امت، قصد کردن تمامی همی جماعتا به رسولهم، در مقابل پیغمبرشان. چرا؟ لیاخذوه، که بگیره پیغمبر، و جادلوا بالباطل، قطشان ستیزه جویی کردن، بالباطل، به طریق باطل. چرا؟ لیدحضوا به، که یا خراب بکنه، از پا در آورند، به توسط همین مجادله باطلی خود، الحق، چیزی را که پیغمبر را دعوت میده. فاخذتهم، الله میگه ما گرفتم واره به عذاب خود. این دامه پیدا نکردی امور، یک دفعه ما گرفتم. فکیف کان عقاب، چه قسم بود مجازاتی ما، چطور عذاب برشان دادم. قرآن چی واقعیت ها را بر ما برملا میکنه. امت ها همیشه در مقابل انبیاء علیهم السلام قیام کرده. تو جنابی دعوتگر وقتی که بیان حق مسئله واقعی را به قومت بیان میکنی، انتظار نداشته باش که قوم تو را میمانی بده. نه، قوم در مقابلت میخیزه. چرا میخیزه؟ چرا در مقابل انبیاء علیهم السلام و مردم میخیست؟ به خاطر میخیست که دعوت انبیاء مانع هوسرانی از وا بود، خواهشات از وا بود، و میگفت ما زندگی بی قید و شرط داشته باشیم. برای ما کس نگوید که آینده آخرت آمده نیست، قطعی محاسبه صورت میگیره. نه، برای ما نگوید ای حلال است ای حرام است. او این ملاها چی را کشیده، ای حرام سود، ای حرام سود. چی کنیم؟ در دنیا چی مان دیگه که ما ای را انجام ندیم؟ امروز امی بدبختای خبیث است که یا بندگان هوس ها و خواهش هاستند و خود از یوغ هوسرانی خود کشیدن نمیتونه. از امو خاطر است که انتقاد بالای دعوت حق میکنن، یا از امی خاطر فرار میکنن. ایره مردم میگه دین گریز، از دین از این خاطر گریز میکنه که میگه دین زولانه در پای ماست، ما هر طرف رفته نمیتونیم، هر مطالبه خود برآورده نمیتونیم. از او خاطر یا گریز از اسلام داره. امی توده هایی که قشری که یک کمی آسایش پرست است، یک کمی قدرت مادیشان هم خوبتر است، توازن مادیشان، یا پذیرای دین نیست. میگه ما باید آزاد باشیم، هر چیز برای ما حلال باشه. کی است که برای ما گذاشته باشه؟ قرآن کریم برای ما میگه توده ها خستن مردم در مقابل انبیاء علیهم السلام، تکذیب کردن. اول خود تکذیب کردن، نمیپذیریم، تو دروغ میگی. تهمتای ناحق در جانشان بسته کرد که شاعر است، ساحر است، صابیست و وهابیست. امی گپا را گفتن، خو لیکن به یم آرام ننشستن که تنها قناعت به ای کرده باشه، تنها به تکذیب. و همت کل امت، قصد کرد هر جماعت به رسولیم در مقابل پیغمبرشان، لیاخذوه، که بگیره پیغمبر قتل کنشه. دیگه صدای پیغمبر بیرون نبرایا. یک تلاشا و کوششا شده. امروز هم میشه یک آدمی که حق بیان میکنه، ایره باید بالکل در ذهن خود بپرورانه که در مقابل دی قیام میشه. و جادلوا بالباطل، مجادله کردن به طریق باطل، نه برای از اینکه حق پیدا شوه، واضح شوه. مجادله باطل کردن، این را میگه مقابله باطل. مقابله باطل است که دلیل نداره، سند نداره، لیکن باز قطعی تو مقابل است. ما براتون گفتم در یکی از جمعه ها مولوی صاحب آمد، این دمی اثنای خطبه ما میگه تو مردم گمراه میکنی. آخرش پس همون گپی مرا میگه که میلاد بدعت چیست؟ مذموم است. خوی خستنید چی؟ ای گفتنید چی برای ما؟ اینی را میگه لیتحدوا به الحق، یا تلاششان نمیسته که خراب بسازه توسط از این حق، در دل مردم شک و شبهه پیدا کنه. در او طور اسنا که یک آدم بخیزه، کلی مردم فکر میکنه که والا مولوی صاحب خود دروغ میگه، حتما اون مقابلش پیدا شد، حتما پیش از او کدام دلیل است. ما اعلام میکردیم، خب مردم اعلام نمیکرد، میگن گپ واضح شود دیگه. گپ واضح شد، آخر فرار میکرد، خود خطا میداد، خب ما نگذاشته میشه. این مردم ها همینطور است. همیشه بیایید در میدان دلایل بکشانیم گپا را. هر کس که دلیلش قوی بود امو را بپذیره. ما نمیگیم گپ ما را بپذیره، به هر چیزی که دلیل قوی داشت، اگه از تو بود، اگه از ما، خاص به خاطر رضای الله، به این خاطر که مردم سردرگم نباشه، مردم در دورایی و سیرایی قرار نداشته باشه، مردم بلا شک و شبهه عبادت الله را به وجه یقین بکنه. بیای در میدان بشینیم، ادعا نمیکنیم که گپی ما حتما پذیرفته شود، نه، گپی حق پذیرفته شود.
اگر 100 سال ما در راه باطل رفته باشم گپ حق بر معلوم شود، الحمدلله انشالله برش تسلیم هستم، بس که حق واضح شود. لیکن نه، این مردم در دلیل نمیآید، در میدان دلیل قطعا قناعت نداره به جز از ستیزه جویی. شبهات به پیش روی تو نه، به پیش روی توی گپا نمیزنه. شما باور به الله بکن، یک مولوی است که مرا میبینه، الله تو را خود جزای خیر بده مولوی صاحب، واقعا ولی همی تو خود خدمت دین کردی. لیکن او طرف که میره به مردم میگه کسانی پیدا شده مولایا فرق ده بین نماز زن و مرد ایجاد کرده، تو سیکو ای گمراه کرده مردم، دخترها را، بچه را. عجیب گپ است. او چه ناب تو روی بری من چی میگی و اونجا چی میگی؟ چرا؟ اگر گپی من نادرست است، امی گپا که تو میدانی که فرق در بین نماز زن و مرد هست، قطمه بیشی یک روز بگو مولوی صاحب تو خطا شده ای، من این دلایل دارم، سند بیار، کتاب و صفحهش نشانه کو برم بگو اینه. اگر من جوابی تا داده تانستم تو قناعت کو، دلیل ما زور شد بعد بگوی که بالکل من تعالی را نمیفهمیدم، عالی فهمیدم. اگر نه که دلیل تو قوی شد، من میگم اعلان میکنم که من تعالی را اینی طور نظر میدادم، خطا شده بودم، سند پیدا شد برای فرق این پیدا شد. یک مولوی صاحب یک منطقه نوروز خیلی کسی برام قصه کرد که دمی روز نوروز بیرق گرفته بود، رفت در سر مقبره او در سر قبر شهید بیرق میشان، مردم هم قطش یک جای بود، ترانه خوانی بود و ناره تکبیر بود. مرا میمان کرده بود که رفتم گفتم مولوی صاحب فلان کتاب داری؟ گفت بله. برش کشیدم که نوروز هم میخوانن، موضوعش در کتابای احناف موضوع نوروز بسیار مهم ذکر شده، خصوصا در احکام القرآن للجساس. او میگه کسی که در روز نوروز برای تعظیم روز نوروز یک تخمم بده کافر میشه، کافر میشه. ایره که میبینه میتر میگه وی حق پرست عالم بود. روز جمعه بود که می رفتیم در مسجد جامع خیست، بعد از نماز تقریر خود کردم، پس از ختم نماز خیست گفتم مردم از یک موضوع ما آگاه نداشتم، خودم قطعتان شریک بودم، لیکن ما سخت خطا شده بودم. ما از او خطایی خود اعتراف میکنم و ما میگم که حق اینمیسته. پس به مردم اعلان کرد که نوروز بسیار باطل بوده، این بیرقا نادرست بوده. مولوی صاحب امروز در کتاب خودم برای من نشان داد. چقدر خوب، عالی اهمیتی از او کم نشد، بلکه مردم دیگه محبوبیت پیدا کرد بین مردم. چرا؟ مردم گفت واقعا عالم حق پرست است، پشت حق میره. واقعا اگر امروز همینطور باشه کلی گپای ما جور است. الله رحم بکنه. و جادلوا بالباطل، مجادله کردن به طریق باطل برای محو کردن حق، نعوذ بالله. لیطردو که یا از پا در آورن یا خراب بسازن به توسط اینمی دلایل مجادله باطلی خود حق فاخذتهم، لیکن این مجادله از یا ادامه پیدا نکرد، ما گرفتیم یارا به عذاب خود. فکیف کان عقاب، چه قسم بود عذاب ما؟ قرآن کریم تاریخی گذشته ها را برای ما پیش میکنه، برای ما دلیل میگه وحشت نکنید به تنهاییتان، شما مقابله بکنید، انجام کار الله شما را کامیاب میکنه. نمونهش مؤمن آل فرعون است که پشت سر داستانش میاد برای ما. و کذالک حقت کلمت ربک، مثل که سریعی قومی سابقه فیصله عذاب کرده شده بود، اینمی قسم تکمیل شده، حقت ثابت کرده شده کلمت ربک، فیصله عذابی پروردگاری تو، علی الذین کفروا، بالای کسانی که منکر هستند از دلایلی که الله پیش میکنه، انهم اصحاب النار. فیصله چیست؟ که یقینا نمی کفار صاحبان ملازمین آتش است، یا آرام نمیشینند در اینجا که یا همینطور راحت باشه زندگی خود ادامه بده، در اینجا الله رسوا میکنه، اونجا ملازمین آتش است. الذين يحملون العرش، تسلیم میده، شرافت و مقام مؤمن بیان میکنه. واقعا که مؤمن بسیار مقام داره، چقدر قدر و قیمت داریم الله تبارک و تعالی بیان میکنه. الذين يحملون العرش، امو کسانانی که میوردارن عرش، یعنی عرش الله تبارک و تعالی را گرفته، و من حوله، اونمو مخلوقی که در گرد و بر عرش است، یسبحون بحمد ربهم، که پاکی بیان میکنه از پروردگار، بامرای صفات کمال پروردگار، نسبت صفات کمال به الله میکنه، و یؤمنون به، ایمان داره به الله تبارک و تعالی، و یستغفرون للذین آمنوا، او مردم وظیفه دیگه‌اش است مغفرت و بخشش طلب میکنه برای کسانی که ایمان آورده. برای مؤمنا بخشش طلب میکنه. یک ملک اگر بخشش طلب بکنه
دعای ملک مستجاب است یا غیر مستجاب است؟ دعای ملک مستجاب است. باز مقربترین ملائک، مقربترین مخلوق الله که پیش الله سو کدام ملائک است؟ ملائک عرش است و در ما حول عرش است. امو ملائک شب و روز در تسبیح و در تحمید الله چی هستند؟ مصروف هستند. اما برای مؤمنان چی میکنه؟ دعا طلب میکنه. الله تبارک و تعالی میگه مؤمن در مبارزیت خودت تنها احساس نکو. پشت توی طور قوت هاست که هیچ پرسان نکو، قوت های معنوی، دعاهای کی؟ ملائک است در پشت سری تو به شرطی که مؤمن واقعی باشی. چی دعا میکنه برای ما؟ ربنا ای پروردگار وسعت کل شیء، احاطه کرده ای، فراخ شده در تمام چیزا رسیده رحمتا رحمت تو و علما علم تو، هیچ چیزی از رحمت تو خالی نیست و از علم تو بیرون نیست. فاغفر للذین، مغفرت کو بخشش کو برای کسانی که تابو رجوع میکنه به سوی تو، از کوتاهی و قصور خود، گناههای خود پشیمانی را اظهار میکنه. واتبعوا سبیلک، باز تابعداری راه تو را میکنه. در تابو اشاره به ایمان است، یعنی عقیده توحید الله را پیدا میکنه، به الله رجوع میکنه، از دیگران قطعی رابطه میکنه. واتبعوا سبیلک اشاره به عمل است، عمل خدا مطابق همون راهی که تو برش تعیین کرده ای، راهی که الله تعیین کرده. و کدام است؟ بیانات پیغمبر، تعلیمات کی هست؟ بگه پیغمبر. لا اله الا الله، نظامی از الله را پذیرفتن است. محمد رسول الله، طریقی رفتن ما و شما میپذیریم که بینمی را روان هستم. به مون رای که کی روان است؟ محمد رسول الله. واتبعوا سبیلک، در رای تو روان است که کدام را تو برش وضع کرده. وقهم، نگاه که یار عذاب الجحیم، از عذاب جهنم یار نگاه که. مطرف رحمت الله علیه یک عالم است، او میفرمه خیرخواهترین بندگان الله ملائک هستند، چرا که برای مؤمنان دعا میکنه. خو لیکن بدخواهترین مخلوق الله و بندگان الله کیست؟ ابلیس و شیطان است که همه روز هر لحظه در ساعت گمراه کردن مؤمن است. لیکن اون طرف ملائک برای تو دعا میکنه. چقدر مقام و منزلت داره. خلف ابن هشام یک شخصی است، او میگه ما با سلیم ابن عیسی که عالم برجسته بود رفتم، وقتی که پیش از او رفتم تلاوت قرآن میکردم، هنگامی که دی آیت رسیدم میگه و یک دم گریان کرد. باز بعد از گریان خود گفت ای که چقدر محبوب است، چقدر محبوب است که الله تبارک و تعالی فرشتگان موظف کرده برای دعای کی؟ بگه مؤمنا چقدر منزلت داره، الله چقدر رحمت سری بندگان خود داره، ولی مؤمن ارزش و مقام خدا نمیشناسه. میبینی که باز نعوذ بالله در شرک و در بدبختی و بدعت و هوسرانی و عیش پرستی مبتلا میکنه خدا، بس در اونمو آتش گناه ها خدا میسوزانه نعوذ بالله. وگرنه مؤمن عجیب مقام داره. ربنا وادخلهم جنات عدن، ای پروردگار داخل که مؤمنان را در باغ‌های اقامت دائمی التي هم باغ‌ها وعدتهم که تو امرایشان وعده کرده ای. و من صلح، و او کسی رم داخل که امرایشان صلح که صالح است، نیک است، یا صلاحیت داخل شدن و مغفرت داره، من آبائهم از پدرایشان و ازواجهم از زنا خانمایشان و ذریاتهم از اولادایشان. الله تنها نگذار شد جنت، بلکه همون کسایی که سببی سردی چشمشان است، خوشیشان است، وارم که صلاحیت مغفرت داره قطشان داخل کو. چه عجیب دعایی. ما برای خود که دعا میکنیم پدر از یاد ما میره، مادر از یاد ما میره، اولاد از یاد ما میره، خانم ما از یاد ما میره. ملائک همین چیزا را از یاد نمیبره، بلکه میگه الله اگر صلاحیت و قابلیت مغفرت داره از باباها و اجداد و پدرایشان و اولادیشان خانمایشان، وارم قطش یک جا جنت داخل بکو. چقدر خیرخواه، چقدر نیک. خود در اینجا برای ما یک تعلیم دیگه هم است. ملائک هم دعا میکنن. در قرآن کریم از اول تا آخر شما دعاها را مطالعه کنی، از انبیاء علیهم السلام، از بندگان نیک، از ملائکه چی دعا را کرده، چی را وسیله کرده. ربنا 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 ربنا، کلگی هر پیغمبر که دعا کرده ربنا گفته. این تعلیم است، تعلیم دعا است برای ما که ما چی رقم دعا بکنیم و چی را وسیله بگیریم. الله تبارک و تعالی چه قسم برای ما تعلیم میده، لیکن امروز ما امی دعاها را فراموش کردیم. به حق فلانی، به برکت فلانی، به طفیل فلانی، سلسله طریقه را شروع میکنه به حق فلانی، به حق فلانی، به حق فلانی. تو از کجا خبر شدی جناب؟ کدام وحی سرت آمد که وی قدر حق سری الله داره؟ تو بگی ثابت کن،
با کدام دلیل؟ اینی را میگه دعاهای بدعی، اینی را میگه دعاهای شرکی، نعوذ بالله، که برای از حقم قائل است، برای از کرامتم قائل است، برای از صلاحیتم قائل است، برای از شرکتم با امرای الله قائل است. اینی را میگه کلی عمر دعاهایشان نمیتور است. تو خوش هستی که فلان برای ما دعا کرد. قرآن میگی طور دعا نیست. دعا اینطور است که ملائک میکنه، انبیاء علیهم السلام میکنه ربنا. او چرا کلمه ربنا را میگه؟ الله خو بهترین نام است. اشاره به تربیت میکنه. ای ذاتی که ما را تربیت کردی، در کدام مقام و منزلت رساندی، در کدام موقفی که قرار داریم، کل زیرا ای بخششای کیست؟ رب است، الله تبارک و تعالی است. اینمی قسم وقتی که پیدا کرده الله بخشش هم کده میتونه، الله برات مشکلت هم حل کده میتونه. خب انک انت العزیز الحکیم، در این آیت اشاره به این شد و من صلح من آبائهم. چقدر احتیاط میکنه ملائک. هر نمیگه که مطلقی پدر، مطلقی خانم، مطلقی اولادشان، نه، کسی که صلاحیت داره. صلاح دو معنا داره، کسی که نیک است یعنی با وصف ایمانش عملی درست هم داره، وارم قطشان در جنت داخل کو. یا مراد صلاحیت کسایی که قابلیت مغفرت داره، قابلیت مغفرت موحد داره، کسی که عقیده یکتاپرستی الله را داره. که عقیده یکتاپرستی الله قطع نبود صلاحیت مغفرت نداری. اگر پدر است، اگر اولاد است، اگر خانم است، هر کدامش است. لوط علیه السلام نجات پیدا میکنه، خود زنش نجات پیدا نمیتونه. نوح علیه السلام نجات پیدا میتونه، خود بچهش نجات پیدا کرده نمیتونه. پیغمبر علیه السلام نجات پیدا کرده میتونه، خود کاکایش نجات پیدا کرده نمیتونه. چرا؟ به خاطر که عقیده توحید الله را نداره. کسی که عقیده توحید الله را نداشته باشه او صلاحیت مغفرت نداره. انک انت العزیز الحکیم، یقینا الله تو عزیز هستی، زبردست هستی، قدرت و توانایی داری، میتونی که همین مردم را داخل جنت کنی، گناهایش مغفرت کنی. الحکیم، و حکمت والاست، هیچ کاری تو بدون حکمت و مصلحت نیست. وقهم السیئات، نگاه کو یار از بدیها و از عذابا. و منطق السیئات، کسی را که تو نگاه میکنه پیغمبر علیه السلام از عذابا، از سختی ها، از اعمال زشت، یوم ازین در روز که روزی دنیاست، فقد رحمته، یقینا که تو رحم کردی. در دنیا اگر یار از اعمال زشت نگاه کردی، از رای غلط نگاه کردی، یقینا که تو الله سرش رحم کردی. واقعا که بزرگترین رحم سری کسی است که رای حق میپیماید، عقیده حق داره. ما خود کل زندگی ما از این که بزرگترین نعمت پیدا نمیکنیم که او صحت عقیده است. واقعا بزرگترین نعمت است، بزرگترین رحمت است. ملائک میگه به الله تبارک و تعالی اگر تو در دنیا برای از زشتی ها نگاه کردی، واقعا تو سرش رحم کردی. دوم ترجمه و منطق سیئات، کسی را که تو نگاه میکنی از عذابا، یوم ازین در روز قیامت، فقد رحمته، یقینا تو سرش احسان کردی، رحم کردی. واقعا اونجا رحم است که از عذاب تو نجات پیدا کنی. و ذلک هو الفوز العظیم، اینمی که تو در جنت در قیامت از عذاب نجات پیدا کنی کامیابی بزرگ است. یا اینمی که در دنیا عقیده حق برات میاثر شوه و از اعمال زشت نگاه کرده شوی، این کامیابی بزرگ است. الله اردویش نصیب ما کنه. ان الذين كفروا، یقینا کسانی که انکار میکنه از نظام الله تبارک و تعالی، دلایل یکتاپرستی الله، ینادون، الله منظر عجیبی قیامت بر ما پیش میکنه. بر ما پیش میکنه که ما یک کمی بیدار شویم چه حالت آمده نیست، چه قسم حالات میباشه. اینی را میگه منظر عجیبی قیامت که الله ای را تمثیل در دنیا بر ما میکنه. چه رقم؟ ان الذين، یقینا کسانی که کفروا منکر شدن، نپذیرفتن دین الله را، ینادون، یکی به دیگه خدا آواز میده، فریاد میباشه، لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم، غضب الله تبارک و تعالی، نفرت الله تبارک و تعالی اکبر و خیلی بزرگ است، من مقتکم انفسکم، از غصه و غضبتان از خودتان، انفسکم بالای نفسایتان. غضب الله خیلی زیاد است، آنقدر سری نفس خود غضب می باشه، نفرت از نفس خود داره. چرا؟ به خاطر که نفس خود کشانده به می غضب، به می جهنم، در دنیا پشتی هوا و هوس گشته، در دین الله توجه نکرد، با آخرت تیاری نکرد. از او خاطر الله برش میگه نکته مهم که سری انگشت است و خیلی نمایان است. از تدعون الی الایمان، در آن وقتی که برای شما دعوت داده میشد به سوی ایمان. انبیاء علیهم السلام مردمی دلسوز آمده بود، از کتاب و وحی آسمانی براتان بیان میکرد، فتکفرون، شما انکار میکرده، نادیده میگرفتی، اعراض میکردی، بلکه پیغمبرها را هم قتل میکردی. یک ترجمه است.
اینجا لمقت الله اکبر، غضب الله خیلی بزرگ است از غضب شما سری نفستان. سری نفستان، نفس آدم هم میکشانه. اگر توی به خاطر شراب بندی شوی، خود که گفتی که من بقی تو میفهم دیگه شراب نمیخورم، چرا؟ به خاطر تو من در زندان آمده. اونجا هر کافر سری نفس خود خیلی غضب میباشه که مرد در اینمی حالت تو رسانده. خب الله میگه غضب الله خیلی بزرگ است. یک مانا. دوم، لمقت الله اکبر من مقتکم، نفرت الله اکبر در دنیا خیلی بزرگ است. من مقتکم انفسکم، از غصه از ازوا در قیامت در جهنم که سری خود غصه شدی و کدام غصه را که اونجا شما سری خود داره که عذابا را مشاهده میکنی، از او که در غضب الله و نفرت الله در دنیا خیلی سخت است. چطور تو را دعوت داده میشه؟ الله پیدا کرده، دلایل برات پیش کرده، رقم دلایل و تصویرای قباحت شرک به گونه گونه بری تو نمایان کرد و سعادت و نیکبختی توحید به رقم به دلایل بری تو ثابت کرد. لیکن تو کدام طرف روان بودی؟ چی میکردی؟ استدعون الى الایمان، شما دعوت به ایمان داده میشده، به یقین، به ثبات، به اینکه استراب پریشانی از بین بره. ایمان چیست؟ ایمان چی هست؟ ایمان عبارت از اونمو قوتی است، اونو انگیزی است که در قلب انسان بیا انسان ناراحت نمیشه، انسان قوت حاصل میکنه، انسان جور میکنه، انسان حرکتش منضبط است، منسجم است، عقیدهش درست، اخلاقش بالکل همینطور منسجم. ایمان اینی را میگه. او ایمان نمیگه مثل که ما ادعا داریم ایمان، لیکن در الله معلوم که چی رقم هستن. قالوا ربنا امتنا اثنتین، میگویند پروردگار تو ما را میراندی اثنتین دو مرتبه، و احییتنا ما را زنده کردی اثنتین دو مرتبه، فاعترفنا بذنوبنا، ایرا میگه چیست؟ توبه بیجای. ایرا میگه اعترافی که هیچ فایده نداره. فاعترفنا ما اعتراف کردیم بذنوبنا، به گناههای خود. آلیشیت مطالبه داره. فهل الی خروج من سبیل، است بسوی برآمدن کدام را که ما پس بریم واقعا. آلی پرده های جهل، غرور، هوا پرستی، بگوی ظلم، شرک، بدعت، کلش از ما دور شد. فبصرک الیوم حدید، امروز نظر ما تیز است، تیز، هر چیز میبینه که حقیقتا چی رقم است. حالی ما را پس در دنیا ببر. الله میگه نه، اینطور نمیشه به دنیا بردن. برای شما آمده بود، در دنیا براتان دعوت ها داده شده بود، خود شما فتکفرونه، انکار میکردی، شما دعوت براتان داده میشد. این اعتراف بیجاست بیجاست. دو مردن و دو زنده کردن دو تفسیر داره. یک تعداد از مفسرین قائل به است اول حالت که انسان معدوم است، ایرم تعبیر به مرده کرده. چرا نبودی؟ هیچ چیز نبود، بعد از او تو را حیات بخشید، الله تبارک و تعالی تو را پیدا کرد، باز بعد از او دوم بار تو مردی. این دو مردن شد. دو زنده کردن، یکی که اول تو را زنده کرده که حالی در دنیا میگردی، دوم بعد از عالم برزخ که قیامت قایم میشه باز تو زنده میشی. این دو زنده شده است. یک توجیه است. دوم توجیه است که نه، دو مردن و دو زنده شدن است. یک مردن در دنیاست، یک مردن در عالم برزخ است. در عالم برزخ هم یک نوع رابطه قطع جسد قایم می باشه که هر کس عذاب خدا یا نعمت جنت قطع ازو کسب کرده میتونه برش میرسه. باز الله تبارک و تعالی اونجا محو میکنه، یعنی جدایی روح و جسد میاره، باز دوباره زنده میکنه. پس زنده کردن خو یکی در دنیا شد و یکی در قیامت است. مردن یکی در دنیا که بعد از فنای این عمر است و یکی بعد از فنا شدن عمر برزخی است.